فروشگاه آنلاین کیمدی شاپ www.kimdishop.com کارلس پویول. کاپیتان پویول، اسطوره متعصب شماره 5 فوتبال کاتالان. کارلس پویول ایسا فورکادا، متولد 13 آوریل 1978 در ایالت کاتالونیا. فوتبالش را از سال 1995 در لاماسیای بارسلونا شروع کرد و سال 1997 به تیم بارسلونای بی پیوست. سال 1999 اولین بازیشو برای بارسلونا در لالیگا انجام داد و در سال 2004 بعد از لوئیس انریکه بازوبند کاپیتانی آبی اناری‌ها رو به بازو بست. حضور 15 ساله در بارسلونا با 392 بازی و 12 گل رقم خورد. دورانی که با 6 قهرمانی لالیگا، 3 قهرمانی چمپیونز لیگ، 2 قهرمانی کوپا دل ری، 4 سوپرکاپ اروپا و چند قهرمانی دیگه همراه شد. کارلس پویول سابقه حضور در تمام رده‌های تیم ملی اسپانیا رو داره. از سال 2000 که اولین بار پیراهن تیم ملی رو به تن کرد تا سال 2013 تونست توی 100 مسابقه حضور داشته باشه. حاصل این 13 سال یک قهرمانی جام جهانی 2010 و یک قهرمانی جام ملت‌های اروپای 2008 بوده. از پویول به عنوان متعصب‌ترین فوتبالیست بارسلونا نام میبرند. بارها حضور در تیم منتخب دنیا و اروپا و چندین بار انتخاب به عنوان بازیکن برتر لیگ و مسابقات فقط گوشه‌ای از دستاوردهای فردی پویول به حساب میاد. کاپیتانی که هر وقت توی نیوکمپ حضور داشت، خیال هوادارا از خط دفاعی تیم راحت بود.